سلام. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا در امور صلح افغانستان در واکنش به کشته شدن دو کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید که کسانی که مخالف صلح اند آتش افروختن را آغاز می کنند و امیدوارند به سرعت گسترش یابد. وزارت داخله میگوید گروه طالبان حملات خود را علیه مردم و نیروهای امنیتی افزایش داده است. این وزارت گفته است که حملات طالبان در ولایت‌های لوگر، بلخ، غور، ارزگان، بادغیس و هلمند بدون تلفات به نیروهای امنیتی پایان یافته است. نماینده خاص اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که افزایش خشونت‌ها در افغانستان بعد از توافق دوحه و حملات تروریستی توسط طالبان خلاف توقع است و احتمال آغاز گفتگوها بین افغان‌ها را تضعیف می‌کند. 4 عضو لشکر طیبه در کنر دستگیر شد. مقام‌های کنر میگویند در عملیات شب گذشته در ولسوالی سرکانو 4 عضو لشکر طیبه گروه شبه نظامی پاکستانی بازداشت شدند و سازمان ملل متحد برای مبارزه در برابر ویروس کرونا خواهان همکاری بیشتر جهانی شد.